درود به انرژی های مثبتتون. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. امشب هم در خدمتتون هستم با یک ریدینگ جذاب دیگه. من نسرین هستم، تاروت ریدر شما، و امشب بنا به درخواست خودتون پیشگویی هفتگی خواسته بودین که امشب براتون پیشگویی هفتگی برای هفته پیش رو، هفته آینده از شنبه تا جمعه رو در نظر گرفتم. ببینیم که کارتای تاروت برامون چه پیشگویی دارند از یک هفته پیش رو. خب ببینید، هر موضوعی هم دوست دارید تو کامنت ها اگه بنویسید، من کامنت ها رو چون همه رو میخونم جواب میدم، براتون درباره‌اش انرژی کنی انجام میدم. توی دو تا فال قبلی هم که دیدین دیگه بچه، فال های گزینه‌ای خواسته بودین، من براتون گزینه‌ای گذاشتم و الانم بریم پیشگویی هفتگی که درخواست کرده بودین رو براتون بذارم. باز هر سوالی که تو ذهنت هست میخوای درباره هر چیزی که انرژی کنی انجام بدم توی کامنت ها بنویس، حتما براتون انجام میشه. خب سابسکرایب کانال رو بزن اگه تو الان انجام ندادی و لایک کنید این پست رو، لازمه، چون انرژیتون با من همسو بشه و انرژی که خب هر شب دارم براتون میذارم جبران بشه دیگه. اگر این کانال رو سابسکرایب کردید و هر شب دارید پست رو نگاه میکنید و اینکه انرژی رو جبران کنید، حتما ساب و لایک یادت نره. پس خب دوستان عزیز، اگر نیتی تو دلتون هست در مورد هر زمینه نیت کنید. بریم کارت های تاروت برامون چه مشاوره و راهنمایی دارن. هفته پیش رو چه اتفاقاتی در انتظار ما هست. خب بریم شروع کنیم از روز شنبه. ببینیم که روز شنبه چه خبره. خب برای روز شنبه ستاکاتی که براتون افتاد دارم میبینم. ببینید یه دلشوره، نگرانی، ناراحتی دارم برات میبینم. این دلشوره، نگرانی و ناراحتی توی رابطه احساسیت میتونه باشه یا توی محیط کاریت میتونه اتفاق بیفته. یه چیزی که فکرتو به هم میریزه. ممکنه حالا یه مسئله تو محیط کاریت پیش بیاد یا اینکه توی رابطه احساسیت پیش بیاد. خب و یکم ممکنه به همت بریزه، اما سعی کن خودتو کنترل کنی، سعی کن احساسات خودتو کنترل بکنی، چون میگه یکم ممکنه از نظر روحی تو رو به هم بریزه. یکم سعی کن احساساتت رو کنترل کنی تا این مشکل برات پیش نیاد. حالا اگر یکی بخواد یه چیزی بهت بگه ناراحتت بکنه یا تو رابطتون یه مسئله پیش بیاد که یه رنجشی بینتون به وجود بیاد و ناراحتی دارم برات میبینم، برای روز شنبه یکم انرژی منفی دارم میبینم دور و برت زیاده. پس حواست باشه دیگران نتونن حالتو بد کنن. اگر این پیشگویی رو داری گوش میکنی، حواست به دیگران باشه و هر اتفاقی افتاد عکس العمل نشون نده. هر کس هر حرفی زد عکس العمل نشون نده، این که باعث نشن تو روزت خراب بشه. فکر نکنن که میتونن شما رو تحت تاثیر قرار بدن. شما آدم ضعیفی هستی و خیلی زود از پا در میای. حداقل در ظاهر خودت رو اینجوری نشون بده. سعی کن در ظاهر خودت رو اینجوری نشون بدی و به مرور زمان تو باعث میشه همین که در ظاهر حتی خودت رو اینجوری نشون بدی واقعا به یک آدم قوی تبدیل بشی. ببین الان در یک حالتی میبینمت انگار خیلی ضعیفی یا خیلی حساسی یا حساس شدی. من اینا رو دارم برات میبینم. یا خیلی آدمی هستی که زود ناراحت میشی هر کس هر چی میگه و خیلی حساسیت زیاد دارین به نظر من. و یکم سعی کن خود رو قوی نشون بدی. حتی میگم حتی بچه‌ها اگرم حتی خیلی ضعیف هستین، هیچ اشکالی نداره، رو خودتون کار کنید، یه کارایی رو یاد بگیرید در ظاهر. خب یه رفتارها، یه عکس العمل‌هایی به بقیه نشون بدید که دیگران فکر کنن شما چقدر قوی هستین و باورتون نمیشه این فرکانسی که دیگران درباره شما فکر میکنن که شما چقدر قوی هستین و واقعا شما قوی هم میشید. اگه شما خودتو ضعیف نشون بدی دیگران میگن این ضعیفه و واقعا ضعیف میمونی، و اگر خودت رو قوی نشون بدی این فرکانس رو به طرف مقابلت میدی که این چقدر قویه، واقعا هر کاری کردم نتونستم اینو به همش بریزم و واقعا تو قوی میشی. این فرکانس به نظرم یه فرکانس متقابله. خب پس برای روز شنبه حواستون باشه.
کسی نتونه تو رو از پا در بیاره، کسی نتونه تو رو ناراحتت بکنه. اگه آدم حساسی هستی سعی کن واکنش و عکس العمل تو روز شنبه به کسی نشون ندی. یه آدم مغروری رو دارم میبینم، یه آدم مغرور و خودخواهی الان که کارتا برای من افتاده داره نشون میده. این آدم مغرور و خودخواه قصد لجبازی با شما رو داره، حالا یا تو رابطته یا گفتم تو محیط کاریته. خب اما سعی کن تو در کنار این من برات یکم ناراحتی دارم میبینم و سعی کن که یکم از دستش عکس العمل نشون ندی. من به نظر من تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه روز شنبه شما سعی کن عکس العمل به کسی فعلا نشون ندی تا ببینیم یه روز یک شنبه چه اتفاقاتی داره میفته. چون ببین دارم میبینم حتی این ناراحتیه که در روز شنبه برات اتفاق بیفته باعث بشه تو حتی به یک جابجایی تو محیط کاریت فکر کنی، یا اینکه حتی توی رابطه احساسیت بخوای رابطه احساسی تو به هم بزنی، یا اینکه بخوای یکی جابجایی تو محیط کاریت داشته باشی، یعنی بخوای حتی کارت رو عوض بکنی، محل کارت رو تغییر بدی. یعنی ببین انقدر فکرت به هم میریزی که تو اصلا به اینجا میرسی که بخوای همه چی رو به هم بریزی، کارت رو ترک کنی و ممکنه خب عواقب بدی برات داشته باشه، یا رابطه احساسی تو خیلی بدجور بخوای ترک بکنی که باز دوباره عواقب بدی داره، چون میبینم خودت ناراحت خواهی شد، چون این حساسیت شما باعث میشه که بعدا خودت ناراحت بشی، بگی این چه تصمیمی بود که من گرفتم. خب این از روز شنبه. با یک آدم مغرور و خودخواه و لجباز دهن به دهن نشید لطفاً. بریم تا ببینیم روز یک شنبه برامون چه اتفاقی میفته. خب روز یک شنبه، روز یک شنبه ببینید من یکم میبینم تو روز یک شنبه ممکنه شخصی که در گذشته دلتو شکسته، از دستش ناراحتی، قلب تو رو شکسته، ناراحتی بینتون بوده، کاتی بینتون بوده، فاصله، دوری، سردی بینتون بوده، تو روز یک شنبه انگار این آدم قصد اینو داره که بیاد بهت پیشنهاد بده. خب انگار به سمتت میاد، اما مشکل بینتون زیاد دارم میبینم و مشکل از نظر مالی خیلی زیاده. یعنی ببین اگر نیتت بازگشت کیس عاطفیت بوده، خب من ببین توی روز یک شنبه انگار میبینم این آدم به سمتت میاد، اما خب مشکلات مالی انگار اجازه نمیدن که اگر تو رابطه احساسی هستید این رابطه بخواد دوباره سر پا بشه. و اگر این پیشنهاد یک پیشنهاد کاری هست که من میبینم پیشنهاد کاری دریافت خواهید کرد در روز یک شنبه، اما میبینم مشکل دارید. خب مشکلات زیادی هست، یا تو محیط کاریت مشکلات خیلی زیادی هست. جالبه هم روز شنبه من تو محیط کاری مشکل براتون دیدم، هم روز یک شنبه. انگار تو روز شنبه اگر اون به اون توصیه ها عمل نکنی این مشکلات ادامه دار خواهد بود. تو زمینه کاری و مالی براتون دارم میبینم، ببین ناراحتی و مشکلات تو زمینه کاری و مالی ادامه دار خواهد بود. پس سعی کن توی روز شنبه اینو پیشگیری کنی که به روز یک شنبه نرسه، چون برای روز یک شنبه هم من ناراحتی و مشکل در زمینه کاری و مالی دیدم. خب مواظب باش پس که رفتاری نشون ندی که حتی ممکن باشه که از کار بخوای اخراج بشی. خب حواست باشه. خب برای روز دوشنبه بریم ببینیم چه خبرایی هست. خب روز دوشنبه ببینید، روز دوشنبه اصلا داره نشون میده که شما در اثر رفتارهایی که در روز شنبه و یک شنبه داشتید در ادامه اون، ببین یه آدمی که دو به هم زنه قشنگ خوش اینجا دوباره نشون داد. گفتم یه آدم مغروری تو محیط کاریت میتونه باشه. خب اگر نیت کاری و مالی دارید، ببین یه آدم دو به هم زنی تو محیط کاریت هست که این میخواد با یه کاری بکنه، با رفتارهاش با کاراش، که تو رو از اون محیط کاری دور بکنه. خب و از سر حسادته، ببین حسادت خیلی زیادی که بهت داره، این میخواد این ترفند رو اجرا بکنه، داره یه حقه این وسط اجرا میکنه، یه کلکی، یه فریبی، یه راهی، یه نقشه‌ای که تو رو دور کنه از محیط کاری. حسادت خیلی زیادی بهت داره. و توی رابطه احساسیتون من باز میبینم تو رابطه احساسیتون هم یه نفر حسادت شدیدی به رابطه احساسیت میکنه. ببین این رابطه کاری و مالی و احساسی انگار با هم قاطی شده. حتی میتونید شما انگار تو محیط کاری یک رابطه احساسی با یک از همکارا داشته باشین، شاید یه نفر حسود هست توی همون محیط کاری. اما من ببینید براتون یکم آشفتگی میبینم برای روز دوشنبه. انگار از دست یه نفری خیلی عصبانی هستی، یادم حسود و دو به هم زنون دورت میبینم، انگار از دستش خیلی عصبانی هستی، میخوای محیط کاری تو ترک کنی یا میخوای رابطه احساسی تو ترک بکنی.
من یه به هم ریختگی دارم براتون میبینم برای روز دوشنبه. اگر روز شنبه و یک شنبه رو به همون شکل ادامه بدی، روز دوشنبه اوضاع شاید برات یکم وخیم‌تر بشه. پس سعی کن از روز شنبه یکم کنترل اوضاع رو تو دستت بگیری که اینجوری نشه. و آدمای حسود دور و برت زیادن، سعی کن از همین الان فکر کن ببین آدمای حسود دور و برت کیان، هیچی بهشون نبوده، برای رابطه احساسی هم نباید هیچ حرفی بهشون بزنی، چون قصد اینو دارن که رابطه احساسی رو به هم بزنن. پس درباره رابطه احساسی هم به کسی چیزی نگو. تا الان ببینیم برای روز سه شنبه چه خبرایی میتونیم داشته باشیم. خب روز سه شنبه اوه چه خبر. ببین دو تا خانوم دارم میبینم. یه خانومی تو روز سه شنبه ممکنه باعث بشه که تو از کوره در بری. یا ببین دارم از روز شنبه اینو بهت میگم حواست باشه، همش گفتم یه آدم دوبرمزن، یه آدم حسود. اینجا اصلا خودشم افتاد یه خانومی که ممکنه در ظاهر خودش رو بهت خیلی دوست نشون بده، اما انگار قصد و نیت خوبی اصلا نسبت بهت نداره. تو محیط کاری خیلی احتمالش زیاده باشه این خانوم. و شما رو دارم میبینم که ببین دو تا خانومه. اگه خودت خانوم هستی، انرژی خانوما خیلی قوی افتاده برای روز سه شنبه. سعی کن که ببین یه جوری رفتار نکنی، این آدم میخواد عمدن هرست رو در بیاره و واکنش تو رو ببینه. سعی کن در برابر این بیخیال باشی. به نظر من سکوت بهترین واکنش در برابر افرادی هستش که میخوان که شما رو هرستو در بیارن. خب که تو خودت روی یه چیزی بگی، مجبورت کنن تو یه حرفی بزنی که بعد با حرف خودت یه مورد بدی برات پیش بیاد. دیدین بعضی از آدما این جنسیان. این خانومی رو دارم میبینم از این جنسه. تاروت داره بهت میگه از این آدم فاصله بگیر. خودت هم انگار قصدت اینه که از این آدم فاصله بگیری. ببین در کنار این خانوم بدذاتی که اینجا برای من افتاده دارم میبینم، خب برات افتاده فاصله بگیر. فاصله بگیر، این خیلی تو رو عصبانی میکنه، خیلی ناراحتت ممکنه بکنه ها. ببین آره ممکنه خیلی از مسائل برات پیش بیاره توی رابطه احساسی یا کاری یا مالی، هر چیزی. یه خانوم خیلی قراره رو تاثیرات منفی بذاره و باعث بشه حالا تو خیلی از دستش عصبانی بشی، ناراحت بشی، از کوره در بری و یه چیزایی به هم دیگه بگید که شاید در شأن شما واقعا نباشه، در اینت. تاروت میگه فاصله بگیر. تاروت داره بهت میگه که از این آدم سعی کن فاصله بگیر، آدم خطرناکی میتونه باشه. خب اینم از سه شنبه. بریم برای روز چهارشنبه ببینیم چه خبره. خب روز چهارشنبه میگه خیلی به آینده نگاه میکنی و برنامه های خیلی زیادی انگار برای آیندت داری. خیلی تمرکز کردی، خیلی فکر داری میکنی، فکرت خیلی مشغول آینده است دارم میبینم. یکم خسته میبینمت. روز چهارشنبه انگار از یه جنگی تو به حالت خسته برگشتی. ببین از روز شنبه تا سه شنبه انگار همش درگیر بودی با یه نفر، حالا تو رابطه احساسی میتونه باشه یا کاری یا مالی، اما روز چهارشنبه میبینم خسته ای و میخوای استراحت کنی و نمیخوای اصلا کسی رو ببینی. انگار ببینید آره کسی که دور خودش یک زندان درست کرده و میخواد تنها باشه دارم میبینم. و یه حالت خستگی، بی‌حوصلگی، کسالت. کسی که تازه انگار از یک کار خیلی سخت و سنگینی رو رها کرده، یا یک رابطه پرتنشی رو رها کرده، از یک رابطه پرتنش اومده بیرون یا از یک کار پرتنش اومده بیرون، خسته است و میخواد استراحت بکنه. روز چهارشنبه رو برات میبینم که خوبه به خودت استراحت بدی. یعنی چهارشنبه انگار نیاز تو یکم استراحت بکنی، به خودت استراحت بدی، افکارت رو متمرکز بکنی و به آینده داری نگاه میکنی. یعنی فکرت به آینده است، افکار خوبی تو سرت دارم میبینم هست، ولی آینده روشنی رو دارم میبینم روبروت هست. وایسادی روبروی آینده، به آینده نگاه میکنی و امیدوار. درسته یکم خسته ای، اما به توصیه میکنه که تاروت خستگی تو در کن تا بتونی که یک مدیتیشن برای توصیه میکنه. تاروت میگه مدیتیشن سعی کن انجام بدی، تمرکز داشته باش، تمرکزت رو بالا ببر. مدیتیشن برات خیلی خوب افتاده. و برای یک عده دارم میبینم توی رابطه احساسی برای روز چهارشنبه، ببینید برای یک عده دارم سنگینی میبینم تو رابطه احساسیتون وجود داره و این در روز چهارشنبه خودش رو داره نشون میده. پس یک پاکسازی نیاز دارید. ببین دو تا از کارت‌های چهارشنبه نشون میدن که شما به پاکسازی هم نیاز داری. خب این
پاکسازی ببینید فقط حالا به خاطر طلسم و دعا تنها نمیتونه اون کارت معنیش باشه. شما ترس از حرکت کردن دارید، حالا یکی از معانیش دعا و طلسم هست، ولی پاکسازی کلا نیاز دارید. چرا؟ چون ترس از حرکت کردن دارید. میترسی یه کاری رو شروع بکنی، میترسی که وارد رابطه با کسی بشی، شما ترس از حرکت داری. این ترس رو خیلی خوب دارم میبینم. افکارت که خودت رو در افکارت زندانی کردی دارم میبینم، انگار به تغییر باورها و افکار نیاز دارید شما. پس مدیتیشن خیلی برات خوبه، پاکسازی خیلی برات خوبه، تغییر باورها و افکار برات خیلی خوبه. و چهارشنبه بهت میگه که آینده روشنی در انتظارته، به شرطی که یکم رو خودت کار کنی، باورها و افکارت تغییر پیدا بکنن. بله، روز چهارشنبه میتونه برای آینده تو امیدی باشه، نور امیدی باشه برای آینده تو و واقعا آینده روشنی در انتظارت هست، به شرطی که بخوای یه سری از باورها و افکار رو تغییر بدیم. خب بریم برای روز پنجشنبه ببینیم تاروت بهمون چی نشون میده. خب برای روز پنجشنبه خب روز پنجشنبه یکم برات دودلی دارم میبینم. در مورد یک پیشنهاد کاری یکم دودلی دارم برات میبینم و یه آقایی که این وسط من دارم میبینم که یکم ممکن مشکل ایجاد کنه برات. حواست باشه روز پنجشنبه شاید یه آقایی بخواد برات مشکل ایجاد بکنه. ببینید اگر نیت برگشت دارید، خب میخوای ببینی کیس عاطفیتون برمیگردید یا نه. اگر خانوم هستی کیس عاطفیت دو دله. کیس عاطفیت رو فعلا سرد میبینم و دو دل میبینم، سر دوراهی گیر کرده میبینم، یا اینکه بین شما و یه نفر دیگه در حال مقایسه کردن. تو این حالت دارم میبینمش. مسائل مادی، خیلی مادیات برای این آدم انگار مهمه. این آدم کلا میخواد منطقی تصمیم بگیره، نه اینکه احساسی بخواد تصمیم بگیره. پس اگه نیت برگشت داشتید، آره طرف مقابل یکم در حالت مقایسه کردن بین شما و شخص دیگری هست انگار و مادیات براش خیلی مهمه، میخواد ببینه کدوم براش منافعش بیشتر تامین میشه اونجا بره. الان نسبت به سرد میبینم، بازگشت رو نمیبینم. و توی نیت مالی اگه داشتی برای روز پنجشنبه، چیزی که دارم براتون میبینم بچه نسبت به دو تا انتخاب فعلا نمیدونی انگار کدوم رو انتخاب کنی. شاید دو تا پیشنهاد بهت شده، نمیدونی کدوم انتخاب بکنی و شاید حتی برای آینده یه برنامه ریزی هایی داری میکنی و میخوای تعادلت رو حفظ بکنی. یه جورایی دو تا کار با هم داری انجام میدی و میخوای که تعادل رو حفظ بکنی. توی این دو تا شغل داری یا دو تا کار داری انجام میدی، یا مثلا یه کار تو خونه داری یه کار بیرونه، نمیدونم، دو تا چیز که میخوای یه تعادلی بینش ایجاد بکنی و آینده روشن مالی دارم برات میبینم. اما از یه آقایی سعی کنید که در روز پنجشنبه فاصله بگیرید. حالا برای نیت احساسی که گفتم نیتتون چی بود، ولی یه آقایی آره ممکنه بخواد روز پنجشنبه برات دردسر ایجاد بکنه، یا اینکه خبرهای خوبی از سمتش نشنوی. خب آره، یا خبر خوبی از سمتش نشنوی، یا اینکه بخواد برات دردسر ایجاد بکنه. پس اگه نیت کاری و مالی یا احساسی هر چی که داشتید از سمت یه آقا، من حالا میبینم این خبرهای خوبی شاید نخوای بشنوی و دودلی شما رو به خاطر همین دارم میبینم. روز پنجشنبه نسبت به یه آقایی من میبینم دودل هستید. حالا فرق نمیکنه خودت آقایی یا خانومی، شاید خب اون آقا همکار، دوست، یا هر پدره، اصلا برادره، فرق نمیکنه. با یکی انگار میخوای بجنگی یا یکی باهات جنگ داره، یه آقایی انگار میخواد آره شمشیر رو برات در رو بسته. خب بریم برای روز جمعه ببینیم که چه خبرهایی هست. خب روز جمعه برای روز جمعه من میبینم که انگار سر راهت یه موانع و مخالفت هایی ممکنه باشه. خب برای خواسته ای که داری، حالا بیشتر من این خواسته رو احساسی دیدم چون دو تا کارت بعدیش احساسی افتاد. خب ببینید اگر نیت برگشت دارید بچه ها و خودتون خانوم هستید، فعلا برای چشم انتظاری افتاده عزیزم. اگه خود خانوم هستی، اگه طرف مقابلتون خانومه و شما آقا هستی، فعلا من میبینم که خانوم در حالت چشم انتظاری هستن و منتظری که شما قدمی به سمتش برداری. و اگه خودت خانوم هستی که طرف مقابل میخواد به تو قدمی به سمتت برداره ها، اما فعلا نمیتونه انگار بچه ها برای نیت های احساسی.
حالا یا کراش هستید یا کات، فرقی نمیکنه. اگر میخوای بدونی که طرف مقابل به سمتت برمیگرده یا نه، انگار اونم دلش میخواد، اونم به این فکر میکنه که برگرده، اونم بهت احساس داره و اونم بهت فکر میکنه. اما خیلی موانع و مشکلات سر راهتون زیاده دارم میبینم و روز جمعه این موانع و مشکلات، انگار این آدم انقدر با این موانع و مشکلات داره میجنگه، شاید روز جمعه این پیام رو داره برات میده که فعلا باید منتظر باشی. این آدم داره مشکلاتش رو حل میکنه، موانع رو از سر راه برمیداره. موانع میتونن مشکلات مالی هم باشن، میتونن اعضای خانواده‌اش باشن که مخالف باشن و حتی موانع میتونن رقیب باشه، نفر سوم باشه. این موانع پس معانی زیادی میتونه داشته باشه، چون شخصی که خیلی مشکل سر راهشه برای رسیدن به شما و خیلی زمانی میبره با اینکه دوستتون داره و شما در حالت چشم انتظاری هستین فعلا تا این موانع و مشکلات به صورت جدی از بین شما برداشته بشه، یا بتونه مخالفین رو راضی بکنه، یا بتونه از نظر مالی به یک رشدی برسه، و یا اگه نفر سومی هست انگار براش خیلی مهمه اگه رابطه تأهله، این که این مشکل که من میبینم که میتونه رابطه تأهل باشه حتی، چون خیلی مانع بزرگی سر راهش. خب فعلا براتون چشم انتظاری میبینم، پس برای روز جمعه فعلا باید صبر کنید. اما طرف مقابل خب خیلی دوستتون داره، احساس هم داره بهتون، ولی خب مشکلات زیاده دیگه سر راهتون. فعلا براتون چشم انتظاری دیدم، اینکه باید صبر کنید و صبر کردن. فعلا براتون صبر کردن افتاد و چشم انتظاری. خب اینم از پیشگویی هفتگی ما بچه ها. امیدوارم که بهترین ها براتون در هفته پیش رو اتفاق بیفته و آدمای اطرافتون رو توصیه تاروت اینه که بیشتر بشناسید، هم خودتون رو بیشتر بشناسید هم آدمای اطرافتون، و بدونید که با بهترین برخورد با بقیه چطوره. خیلی وقتا سکوت بهترین روشه، همونجوری که امروز دیدیم تو فال، واقعا سکوت بهترین روشه. خیلی وقتا اینکه رو خودمون کار کنیم و به آرامش درونی برسیم که بتونیم با بقیه هم با آرامش صحبت بکنیم و برخورد بکنیم خیلی مهمه. اینا چیزایی بود که من دیدم. اگه تو رابطه‌های فرازناشویی هستید براتون خیلی صبر و چشم انتظاری افتاده بود چیزی که دیدم از شنبه تا جمعه، و سعی کنید با آدم‌های اطرافتون بحث نکنید، وارد هیچ بحثی نشید، چون براتون خیلی بحث دیدم من، هم آقا هم خانم فرقی نمی‌کنه، از شنبه تا جمعه من دیدم که ممکنه بخواید با یه عده الکی بحث کنید سر مسائلی که بعداً بخواید پشیمون بشید، یا اینکه اون بحثه خب به ضررتون بخواد تموم شه، هم تو محیط کاریتون هم تو رابطه احساسیتون. سعی کنید این هفته رو با آرامش پشت سر بذارید و بستگی به رفتار و عکس‌العمل خود شما داره. انگار این آرامش تو زندگی شما انگار همش بستگی به رفتار و عکس‌العمل شما داره، خودتو بتونی چجوری کنترل کنی و تعادل خودت رو چطوری بتونی حفظ کنی، هم توی کارت هم توی رابطه احساسی. و نکته مهمی که درباره هر کاری که میخوای شروع بکنی و یا رابطه احساسی که میخوای شروع کنی، لطفاً به هیچ کسی چیزی نگید بچه‌ها، چون انرژی های بقیه رو واقعا نمیدونی که چیه و وقتی که شما میگی ممکنه که انرژی منفی تاثیر بذاره، هم توی رابطه احساسی هم توی رابطه کاری. پس اگه میخواین کاری رو شروع کنین لطفاً اون رو به سرانجام برسونید بعد بگید، و اگر توی رابطه احساسی هستین لطفاً در موردش فعلا با کسی صحبت نکنید تا یه سرانجامی برسه، بعداً حالا خبرشو میدید به همه. آدمای حسود و دو به هم زنم دور براتون خیلی زیاد دیدم، حواستون باشه. هر روز بر خودتون اسفند دود کنید، اینجوری که من دیدم هر روز باید بر خودتون اسفند دود کنید و گیاهانی که فرکانس بالایی دارن مثل استخواددوست، مریم گلی، برگ بو، اسفند هر روز برای خودتون دود کنید. تو محیط کار، محیط زندگی، خونتون سعی کنید که فرکانستون رو بالا ببرید. پاکسازی و شم تراپی ها رو حتما انجام بدید و انرژیتون رو، فرکانستون رو بیارید بالا. خب خیلی لازمه برای اینکه بتونید یک هفته پر از آرامش باشه. اصلا اشکالی هم نداره که مسئله پیش بیاد. ببینید همه جور اتفاقی تو زندگیمون پیش میاد، اما اینکه ما چطور تو اون لحظه آرامش خودمون رو حفظ کنیم و بعد خودمون رو چجوری کنترل کنیم، این مهارتیه که کم کم کسب میشه و کم کم اونو به دست میاریم. خب بهترین ها رو برات آرزو میکنم در هفته پیش رو و امیدوارم که از فال امشب هم لذت برده باشید. پیشگویی هفته آینده. مرسی که امشب هم در کنار من بودید. ساب و لایک یادتون نره و کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر مشاوره شخصی هم نیاز داشتید لینک تلگرام و اینستاگرام تو کپشن هست، اونجا میتونید بهم پیام بدین. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا فردا شب، خدا نگهدار.